شنوندگان و بینندگان ارجمند سلام. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای دینی تاجیکستان چند روز پیش در ملاقاتی با فعالان و امام خطیبان و جوانان در شهر کولاب از آن اظهار نگرانی کرد که پیروان رویه ممنوع سلفی با استفاده از مقام‌های دولتیشان عقیده‌های خود را ترغیب می‌کنند. او گفت که عملکرد پیروان سلفیت در چند سال پیش بحث‌های ناسالمی را برانگیخته و بدبختی‌های را برای جامعه به بار آورده بودند. اما رئیس شورای علمای دینی تاجیکستان از پیروان مشخصی سلفیه و در کدام منصب کار کردن آنها نام نبرد. آیا واقعا هم پیروان این جریان رسما در تاجیکستان ممنوع شده حالا در مقام‌های دولتی فعالیت دارند؟ زبیدالله رازق روحانی معروف تاجیک میگوید که سالهای پیش تا ورود کردن سلفیه بر روی خط سازمان‌های ممنوع افراد زیادی از کارمندان دولتی، میلیسا و امنیت روی راست از این جریان پیروی میکردند. بعد از قرار دادگاه عالی تاجیکستان که سال 2009 جریان سلفیه را به فهرست سازمان و گروه‌های ممنوع از قبیل القاعده، حرکت اسلامی ازبکستان، جماعت تبلیغ، طالبان، تاجیکستان آزاد و حزب التحریر وارد کرد، پیروان سلفیت در نهادهای دولتی و قدرتی باقی ماندند، اما آنها اکنون خود را آشکار نمی‌کنند. اون سالهایی که زیادی ممنوع اعلان نشده بودن در انویدی و در مثلا امنیت بودن، آشکار میدن تا حتی رتبه پالکونیکی و معیار هم خیلی داشتن. معرکات دیدیم که یا مسجد دیدیم چند بار همون ما را کارمندان تلویزیون و اینها هم بودن که اونا رو منبر داده بودن، درآمد میکردن و دعوا میکردن. بعد این قرار سوی عالی برآمدن دیگه راستی خودشون آشکار نکردن. هم نباشن هستن مقام خیلی بلند که ندارن، اما مقام میانه دارن. بله. ضمناً حامیان حقوق بشر بر اینند که بر اثر عقیده دینی از جمله عضویت بر رویه سلفیه از مقام دولتی برکنار کردن کارمند نقض حقوق اوست. برای عقیده کسی را گناهکار کردن نمی شود. ببینید که در یگان قانون قرارهایی که برای کار قبول کرده می شود، مثلا انکیته ها با اونجا گفته نمی شود که مثلا تو چی عقیده داری. چرا اگر دموکرات باشد برای عقیدهش و راهی چی نمیگویند و سلفی باشد برای عقیدهش باید گناهکار باشد. تنها موافق قانون اونا حق ندارند، اما برای پروپاگاندا، برای طرف خود کشیدن جوانها، برای یگان کاری که موافق قراری که سودی قبول کرده است دیده. سلفیه رویه در اسلام است که مسلمان‌ها را برای رعایت مراسم‌های دینی چون در زمان زندگی پیامبر و صحابه‌های او تلقین می‌کند. همه نوآوری‌ها در دین بعد از سر پیامبر اسلام از جمله نوآوری‌هایی که بر اثر تماس با دیگر ادیان جاری شدند از نگاه پیروان این رویه بدعت است و از آنها باید صرف نظر کرد. بعد از سال 2009 10 نفر با اتهام عضویت در رویه سلفیه محکوم به زندان شدند. با این اتهام و با عیب برانگیختن عداوت دینی از جمله روحانی معروف ایشان سراج الدین به 7 سال زندان محکوم شده بود و ماه ایون سال گذشته قبل از وقت محبس را ترک نمود. همراه با او 10 تن دیگر با شمول پسرش هم چند سال را پشت پنجره زندان سپری کردند. اما تحلیلگران میگویند سلفی ها با وجود ممنوع اعلان شدن این جریان در تاجیکستان خود را آزاد احساس میکنند و به نظر میرسد که حکومت هم فشار را بالای آنها کاهش داده است. فریدون هادی زاده رئیس انجمن مکالمه بین مذهب‌های تاجیکستان مطمئن است که هنوز هم سلفیه برای جامعه تاجیکستان تأثیری زیاد دارد. جامعه تاجیکستان که حنفی مذهب است، البته برای آن قبول کردن ما اونقدر درست نیست و قبول کردن نمیتونیم. مثلا مردم ما فکر میکنند که مثلا زن خانم ها هستند، مثلا سر فرمان یا چنبر یا رول میگویند. مثلا سلفی ها میگویند که این معنی است، زنها باید کار نکنند و دیگر چیز هست، یعنی که تنها نگردند. این چیز البته برای جامعه ما خوب نیست.
تحلیلگران کاهش فشار بالای سلفی ها را با آن عامل مربوط می کنند که تاجیکستان در پی تحکیم همکاری ها با کشورهای عربی است، از جمله با عربستان سعودی. سال گذشته یکی از مشاوران رئیس جمهوری تاجیکستان هم اقرار کرده بود که دولت تاجیکستان با خاطر خللدار نشدن رابطه‌اش با برخی از دولت‌های خلیج فارس نمی تواند تعقیب و فشار بالای سلفی ها را تقویت ببخشد. زبیدالله رازق دانشمند تاجیک نیز میگوید که جریان سلفیه در برخی از کشورهای عربی مذهبی رسمی اعتراف شده است و فشار زیاد بالای سلفی ها میتواند باعث سردی مناسبت آن ممالک با تاجیکستان بگردد و سلفی ها از این استفاده میبرند. مثلا نفوذ سلفی ها خیلی برنامه‌ای است و برنامه‌ش هم از طرف مثلا عربستان سعودی و کشورهای خلیج دستگیری میشه، دستگیری مالی میشود. مثلا رقمی یقینا مثلا رقمش هم که ما رقم ندانیم، اما ما به خوبی میدانیم که از طرف عربستان سعودی و همه که آورد عربستان سعودی در همینجا سفارت زد و سفارت کرد از دوشنبه و تشکیل کرد همه کارا را. اون آدمایی که رفتن در سعودی خواندن، در کشورهای خلیج خواندن، همینا یعنی منبعهای اساسی پنهانی سلفیت همینها هستند. با گفته تحلیلگران ترس در تاجیکستان بیشتر از آن است که بحث ها در مسئله های عقیدوی باعث دست به گریبان همدیگر زدن پیروان مذهب سنی می گردد که در آینده شاید باعث خونریزی و حتی کشور را به آتش نزاع نو کشیدن شود. و اینجا عزیزان این نشر مجله چشمانداز پایان می یابد. تا برنامه های آینده خدا نگهبان شما.